به نام خدا. سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. یاسر داوودفر هستم از سایت ESP با بخش دیگری از مجموعه آموزش طراحی پوسته برای وردپرس در خدمت شما هستم. امروز قسمت 18 رو خدمتتون ارائه میدیم و قصد داریم بخش‌های فرم جستجوی سایت و فایل page.php رو امروز تکمیل کنیم. خب مطابق با تصویری که از قبل داشتیم، فرم جستجوی ما در قسمت هدر قرار میگیره. خب به header.php رو درون دیو وبر باز میکنیم و درون دیو با آیدی تاپ بار و پایینتر از دیو با آیدی تاپ نو ما یک دیو جدید ایجاد میکنیم با آیدی S4 و فرم مربوط به بخش جستجوی سایت رو اینجا قرار میدیم. خب یک فرم اینجا ایجاد میکنیم با متد get و یک آیدی هم براش در نظر میگیریم، سرچ فرم فکر کنم مناسب باشه و یک اکشن هم که داره که با استفاده از یک تگ PHP ما اون رو پر میکنیم. PHP یک پارامتر بلاگ اینفو هستش و اینجا هم که میبندیم و درونش URL رو تایپ میکنیم. اینجا هم که فرم رو میبندیم و میخوایم بخش دو اینپوت داریم برای این قسمت. یک بخش برای نوشتن در واقع متن مورد نظر، یک اینپوت یا دکمه هم برای ارسال درخواسته. خب من بیام اینجا یک دیو ایجاد کنم و اینجا هم ببندم و درونش دو اینپوت رو ایجاد کنم. یک اینپوت برای در واقع نوشتن مطلب مورد نظرمون که تایپش تکست هستش، تکست، و یک نیم براش در نظر میگیریم اسم فکر کنم مناسب باشه. یک آیدی هم که همون اسم میگذاریم. در ادامه یک ولیو هم داریم که برابر با من این به شخص این ولیو یا این مقدار رو دوست دارم. دنبال چی میگردی؟ خب میخوایم که اینجا این تموم شد بیام یک اینپوت دیگه هم داشته باشیم با تایپ در واقع از نوع سابمیت باید باشه و چیز خاص دیگری که باید داشته باشه یک آیدی هست که search submit و دیگه چیز خاص دیگر یک ولیو هم نیاز داره. بگرد و اینجا هم که میبندیم. خب یه رفرش داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب چون استایلی نکردیم اینجا برامون شکل میگیره. استایلی رو شروع میکنیم درون style.css و تاپ بار. من پایین تر از تاپ بار ترجیح میدم که در واقع استایلی رو انجام بدم. خب یک دیو داشتیم با آیدی S4. ابتدا استایلی این رو انجام میدیم. یک فلوت براش در نظر میگیریم که به در قسمت چپ شناور باشه و یک مارجین هم براش در نظر میگیریم که از بالا و پایین 10 پیکسل و از چپ و راست 30 پیکسل در واقع فاصله ایجاد کنه. خب یه رفرش داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب میبینید که اومد در سمت چپ قرار گرفت. بعد از اون میخوام که در واقع اینپوت اول رو استایلی کنیم S4، آیدی S4 و آیدی S، چون ما اینپوت اول رو در واقع آیدیش رو S گذاشته بودیم اینجا و آیدی S رو ما میخوایم استایلی کنیم. چه استایلی باید در نظر بگیریم؟ یک ارز براش در نظر میگیریم 100 پیکسل و یک ارتفاع براش در نظر میگیریم 15 پیکسل، چون میخوایم پدینگ هم اعمال کنیم. یک پدینگ اعمال میکنیم فکر کنم 5 پیکسل مناسب باشه و یک فکر کنم که اینجا کافیه. بعد از اون میایم و اینپوت دوم یا دکمه ارسال رو استایلی میکنیم S4 و آیدی search submit اگر اشتباه نکرده باشم رو استایلی میکنیم. یک ارز براش در نظر میگیریم که فکر کنم که حدود 30 پیکسل مناسبه
و یک ارتفاع هم که 25 پیکسل مناسب هستش. یک پدینگ هم در نظر میگیم از بالا و پایین 0 و از چپ و راست 5 پیکسل و چیز خاص دیگری فعلا نداره. خب بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب میبینید که اینجا به شکل بسیار زیبایی برامون به نمایش در میاد. خب من یه بک‌گراند برای این دکمه بگرد هم قرار بدم. بک‌گراندش رو من همین بک‌گراند قرمز برمیدارم چون از ابتدا هم قرار بود همین بک‌گراندمون باشه و یه کالر به رنگ فونت بدم که سفید باشه و چیز خاص دیگری یک مارجین هم بدم، مارجین رایت که بره بچسبه در واقع به اینپوت اولمون. منفی 5 پیکسل فکر کنم مناسب باشه. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب خوب شد، رفت در کنار اینپوت اول قرار گرفت. خب ما میخوایم زمانی که درون باکس کلیک میکنیم متن مورد نظرمون محو بشه. خب میایم اینجا اینپوت تایپ و اینجا در ادامش یه اینتر میزنیم و یک مقدار آن فوکوس فکر کنم باید بدیم. آره آن فوکوس یعنی زمانی که در واقع فوکوس هست مطلبمون چه اتفاقی بیفته. میگیم if اگر این ولیوی ما در واقع در واقع مقدارش برابر بود با همین متن مورد نظرمون، اگر ولیوی ما مقدارش این بود که هیچ، اگر نبود بیا و در واقع اگر کلیک کردیم بر روی این عنصر این کار رو برای ما انجام بده. چه کاری؟ دیس ولیو رو برابر کن با یک مقدار خالی به این شکل. خب بعد از اون میگیم که آن بلو یعنی زمانی که خالی بود بیا یک کار دیگری برای من انجام بده. if اگر مقدارمون خالی بود this value، فکر کنم اینجا هم من اشتباه، این خط بالایی اشتباه نوشتم، برابر بود با یک مقدار خالی که اینجور میشه به این شکل و بیا و برای ما تبدیلش کن به یک مقدار پیش‌فرض. مقدارمون چی هستش؟ دیس بعد از اون ولیو برابر بشه با دنبال چی میگردیم. فکر کنم درست کار کردیم تا این لحظه. یه رفرش داشته باشم ببینم چه اتفاقی افتاد. خب بله درست شد. خب یک سری استایل خاص هم من میخوام به این بخش بدم. میخوام زمانی که در واقع در اون باکس کلیک میکنیم عرض باکسمون یکم بیشتر بشه، مثل شبیه اون چیزی که در اکثر سایت ها میبینیم و بیشتر کاربران هم پرسیدن که به چه شکلی باید این کار رو انجام بدیم. خب ما میایم اس فرم و آیدی اس رو اینجا برمیداریم و میگیم زمانی که فوکوس شد چه اتفاقی بیفته. زمانی که فوکوس شد میخوام که ارزش برابر بشه با 190 پیکسل و دیگه فعلا هیچ تا من بقیه استایل ها رو بعداً داشته باشم. خب میبینید که به این شکل انجام شد. من باید بیام یک ترانزیشن براش در نظر بگیرم. ترانزیشن رو خب چون اکثر ترانزیشن هایی که من استفاده میکنم از یک نوع هستش، فکر کنم بیام یک کپی بگیرم بهتر باشه. کجا داریم؟ شانس رو ببین اصلا نیست، گم شد کار. خب از این یک کپی ایجاد میکنیم. خب اس فرم و آیدی اینجا ذخیره‌اش میکنم و برای در واقع فوکوسش هم قرار میدم و یک بوردر ردیوس هم میخوام در نظر بگیرم، بوردر داش ردیوس، و میگم که میخوایم در واقع این دو گوشه فقط بوردر داشته باشه و این دو گوشه رو بوردر نمیخوایم. خب
میگم که از بالا برم 0 پیکسل، از راست 2 پیکسل، از چپ هم 2 پیکسل، پایین هم 2 پیکسل و از چپ 0 پیکسل برام داشته باش. از همین یک کپی ایجاد میکنم برای موتورهای رندر، ابتدا موز و بعدش هم وب کیت رو قرار میدم. میام و برای قسمت در واقع دکمه به گردمون هم در واقع یک بوردر ردیوس در نظر، بوردر داش ردیوس، و الان میخوام که در واقع این دو سمت کناریش داشته باشن. خب باید بذاریم 2 پیکسل از بالا، 0 از راست، 0 از چپ و 2 پیکسل از پایین برام ایجاد کنم. یک کپی از همین ایجاد میکنم و برای موزیلا و وب کیت هم قرار میدم و بریم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب زیبا شد. بله آره خیلی خوشگل شد، خیلی خوشگل شد. این از دکمه در واقع سرچمون. خب یه سرچ بزنیم ببینیم که به چه شکل خواهد بود. تعریف علم اقتصاد به عنوان مثال که داریم در سایت. خب بله اینه که سرچمون هم به درستی داره کار میکنه. خب اینم از قسمت باکس جستجوی ما که دیگه استراتژی مختلفی میتونیم انجام بدیم. من مطابق با تصویری که داشتم یک فلش فکر کنم اینجا بود. بله من فلش رو دیگه ترجیح دادم نذارم، خیلی هم آسون هستش. به جای بک‌گراند قرمزی که اینجا گذاشتیم میتونیم از یک بک‌گراند هم میتونیم داشته باشیم، یه آیکون هم میتونیم استفاده کنیم و در واقع نو ریپیتش کنیم که تکرار نشه. خب پوشمون رو باز کنیم ببینیم چی داریم اینجا. فوتر داریم، هدر داریم، ایندکس داریم، ساید بار داریم، سینگل هم داریم و باید الان در واقع page.php رو هم داشته باشیم. میام یک سند PHP جدید ایجاد میکنیم و محتویات index.php رو درونش ذخیره این از این و با نام page.php ذخیرهش میکنیم. خب وارد پیشخوان وردپرسیمون میشیم. wp-login.php و ادمین بودم و ای خب میایم از قسمت برگه ها. البته این دیدگاه هایی که میبینید خودم گذاشتم، به اون صورت نیازی نیستش. خب برگه که داریم، چند تا برگه ساختیم از قبل، میایم و سایت رو باز میکنیم درباره ما به عنوان مثال. خب میبینید که ما صفحه پیجمون رو هم داریم ولی باید یک تفاوتی با صفحه ایندکسمون در واقع داشته باشه. دکمه ادامه مطلب که نیازی نیست داشته باشیم، پست اینفو هم که دیگه نیازی نیست داشته باشیم و چیز خاص دیگری که باید اینجا خب یه سری داشته باشیم ببینم چه چیزایی نیاز هستش. چرا هست نشد؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه رفرش. درباره ما ظاهراً درست شدن نیست. من یک لحظه page.php من باید ببینم پیج رسم کجا ذخیره کردم پیج رو. شاید مثلا من دسکتاپ ذخیره کردم، ببخشید. میایم درایو سی زمپ اشیداس wp-contents اینجا با نام پیج ذخیرش میکنم. خب این از این. بریم و اتفاقات رخ داده رو ببینیم درباره ما. خب می‌بینید که اینجا هم درباره ما ساخته شد. ما یه مطلب برای درباره ما هم در واقع بنویسیم بد نیستش. میایم و درباره ما رو یه ویرایش میکنیم. این مطلب رو من بیام و اینجا چرا باز نمیشه اینجا قرارش بدم، به روز رسانی بزنم
و اینجا یه رفرش درباره ما. خب می‌بینید که اینجا برامون شکل گرفت. اگر خواستیم استایل دهی جداگونه‌ای داشته باشید، به عنوان مثلا من بیام در واقع فقط تایتلش رو یه استایل دهی براش در نظر بگیرم، پی کن تایتل، دقیقاً مانند اون چیزی که برای صفحه سینگل قرار دادیم باید این کار انجام بدیم. من بیام این کامنت آماده رو بذارم، اسمش رو پیج و دیو با کلاس پی کن تایتل رو استایل کنم. خب فقط یک بک‌گراند من براش در نظر میگیرم و میام بک‌گراندش رو یک رنگ تو این مایه ها بر میدارم که فکر کنم رنگ جالبی هم باشه. خب این از این هم از در واقع استایلی این بخش. میدونیم دیگه من اسکانتنت رو فقط برم اونجا و بقیه تنظیماتش رو بردارم. برای این اسکان تایتلمون اینجا بود و باید بشه پی کن تایتل، چون دیگه بعد این رو پی میگذاریم و بک‌گراندش رو هم که میخوایم تغییر بدیم. خب همین رنگ فکر کنم اینجا خوب باشه. یه رفرش که داشته باشیم اتفاقات رخ داده براتون بله میبینید که اینجا به نمایش در بیاد. البته ما باید از تگ A بودن هم خارجش کنیم. میایم اینجا این تگ A رو بر میداریم، فقط تگ A باید تایتلمون باشه. تگ PHP تایتل باید باشه و بقیه تگ E باید به نوعی پاک بشه. خب این از این هم از صفحه در واقع ایندکسمون، بخش پیجمون. اگه بخوایم در واقع کامنت ها رو هم به این بخش اضافه کنیم، میتونیم از سینگل بیایم و در واقع کامنت تمپلیت رو برداریم اینجا و درون پایین تر از اینجا قرارش بدیم. خب این هم از بخش دیدگاه هامون و دیگه چیز خاص دیگری فکر کنم صفحه پیج نیاز نداشته باشه. خب آموزش امروزمون هم یکم طولانی شد. امیدوارم لذت برده باشین. مورد خاصی برای توضیح دادن نیست و امیدوارم از آموزش ما تا اینجای کار استفاده لازم رو برده باشید. موفق باشید. یاسر داوودفر هستم از سایت ESPSC.ir. به امید بهترین ها برای شما. موفق باشید. خدا نگهدار.